سلام و خوش آمدید به درس زبان آلمانی با من و چهره کوهستانی. Hallo und herzlich willkommen zum Deutsch lernen. درس امروزه ما از مودال ورب شروع می شود و سوال اولی شما این خواهد بود که مودال ورب یعنی چی؟ در زبان فارسی و تاجیکی به این فعل کمکی وجهی و یا اینکه فعل یاری رسانی فردی میگویند. فرقیت یا اینکه تفاوت بین خواستن یعنی ماشتن و والن که هر دو یک ریشه دارند و همچون فعل کمک رسان به کار گرفته می شوند، اما ماشتن این طرزی مؤدبانه خواستن می باشد. مثلا پاپا Ich will ein Eis essen. پدر من میخواهم یک یخماس بخورم، یعنی میخواهم بخورم در حال حاضر، با تأکید یعنی با طلب. اما طرزی مؤدبانه اش که در جمله دوم میگذرد و مثل پاپا ich möchte ein Eis essen، یعنی پدر من میخواهم که یک یخماس بخورم، به معنای اینکه کسی از پدر خود مؤدبانه خیلی خوب میشد و من خوشحال می شدم. من خوشحال هستم، اما باز هم اگر این را برای من بخرید من خوشحال تر می شدم. انشاءالله که فهمیده باشین مقصدی بنده رو. به همین خاطر این کودک استفاده برد Ich möchte ein Eis essen، یعنی مؤدبانه از پدر خود سوال کرد که می خواهد یک یخماس بخورد. اما در زمان گذشته والن تبدیل می شود به والته می آید Ich wollte ein Eis essen، من می خواستم که در زمان گذشته یک یخماس بخورم. اگر که متوجه نشدین دوستان، باز می توانید که از بنده سوال بکنین. نان das Brot. در اینجا چنانه که ما و شما میبینیم نوشته شده است در جمله یکم Ich will ein Brot kaufen، من میخواهم نان بخرم. این به شکل گفته شده است که این نفر خواست و ناخواست باید یک نان بخرد، دیگر راهش نیست. اما وقتی که باز هم همین نفر در جمله دوم بخواهد بگوید من نان میخواهم بخرم، با شکل مؤدبانه میگوید Ich möchte ein Brot kaufen. خیلی خوب میشد اگر که من نان میخریدم، یعنی به طرز ساده میخواهم شما را دوستان بفهمانم. Wann wollen Sie lernen؟ چی زمانی میخواهید یاد بگیرید؟ چی زمانی میخواهید درس بیاموزید؟ Wann wollen Sie lernen؟ Wann به معنای کی، wollen به معنای خواستن، Sie با حرف کلام که در اول نوشته شده است یعنی شما، lernen یعنی آموختن، یک چیز را از خود کردن. Wann wollen Sie schwimmen؟ Wann wollen Sie schwimmen؟ این طور میشه گفته کی میخواهید شنا کنید یا اینکه شما کی میخواهید شنا کنید. Wann wollen Sie essen؟ Wann wollen Sie essen؟ کی میخواهید غذا بخورید، کی میخواهید طعام بخورید، چی وقته؟ Wann یعنی کی، wollen خواستن، زی که با حرف کلان در اول نوشته شده است شما، essen خوردن. Wann wollen Sie studieren؟ Wann wollen Sie studieren؟ کی میخواهید تحصیل کنید یا اینکه کی میخواهید با تحصیل خود ممکن در یک دانشگاه آغاز بکنید یا اینکه شروع بکنید. این سوال چنین معناهایی را نیز داره. ون به معنای کی، والن خواستن، زی به حرف کلان که نوشته شده است یعنی شما، شتودیغن یعنی تحصیل کردن. با شما خداحافظی میکنم و با کسانی که این درس خوش آمد خواهش میکنم لایک بگذارید و این درس را به دیگران روان بکنید و انتظار دیگر درس ها نیز باشید. اگر که شما من را کمک بکنید تا اینکه تماشابینان درس خوان زیاد شود، بفرستید این نوارها را به رفیقان خود تا اینکه من باز زیادتر نوار بگیرم و کوشش بکنم که زیادتر درس زبانی آلمانی بگذارم.